السلام علیکم و رحمت الله. استاد علیکم. سلامت باشید برای همین افیرهایتان. سوالی من درباره ابورت بود. میخواستم فهمم که در کدام حالت ها ممکن است و در کدام حالت ها نیست. در مثال من فرزند 5 ماهه داریم و شرایط اویلوی هم آنقدر در این زمان خوب نیست. چی توصیه میدادید شاید و کدام حدیث ها هست؟ همین کودکی 5 ماهه شاید پادشاه میشد و از شرایطی بد میبراید، از حالتی بدی زندگی. والله یعلم و انتم لا تعلمون. الله میداند، شما نمیدانید. یک فرزندتان ثروتمند میشد، نمیدانید که کدامش. یک فرزندتان نام شما در دنیا آخرت میبردارد. حافظ قرآن میشد، روز قیامت به سرتان تاج زرین پوشانیده میشه. مثلا شما نمیدانید خیر در کجا هست. شما فکر میکنید که همین فرزند تولد شود برای زندگی ما مشکل که دارید زندگیتان باز هم وزنین‌تر میشه. فکر میکنید الله تعالی از قتل فرزندها وقتی که من کرد فرزنداتون رو به قتل نرسانید، در دوامش که از ترسی کمبغلی فرزنداتون رو به قتل نرسانید، نحن نرزقهم و ایاکم، ما رزق آنها را میدهیم و شما را. گفت یعنی اول فرزندها را گرفت در این آیت. ما رزق فرزندها را میدهیم و از آن شما را هم. فرض کردیم شما از این دنیا گذشتید پیش از آن که اون فرزند به دنیا آمد، کی رزق او را میدهد؟ و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. یگان چارپای نیست در این روی زمین مگر رزق وی بر ذمه الله است. الله تعالی رزق اون کودک میتید. بنابراین قتل فرزند اگرچه حالا در شکم مادر است، این به مانند قتل انسان است، چون که وی وقتی که 4 ماهه شد 120 روزه که شد پر شکل آدمی را میگیرد، برای او جان داده می شود و فرشته ها فرامده تقدیر او را می نویسند و قتل آن گویا قتل یک آدمی زنده هست. زنده را به قتل رسانیدگی حساب میشد و این انسان کشی هست. حتی آن آدمی که مثلا بعضی مسئله ها میشد که بعضی طبیب ها میگویند که اگر همین فرزند را ابورت نکنیم، یعنی اسقاط حمل نکنیم، احتمال است که تو به هلاکت میرسی. میگم مادرشه. در همین حالت چی؟ در همین حالت بعضی علما بله برای یعنی که در اینجا ضرورت هست گفته فتوا میتین، لیکن بعضی علما میگن که جایز نیست. میگن به خاطر دیگر کس جان خودتون نجات نمیتید. مثلا میگن که ما اگر از این فرزند به قتل رسانیم، یعنی ابورت کنیم، ما کشتیم این فرزند را. اگر در وقت تولد همین زنک وفات کند، الله او را جانش را گرفت. الله جانش را گرفت، هیچ کس جوابگر نیست. لیکن ما وقتی که این کودک جانش میگیریم، نخواد برای نجات دادن یک نفس به قتل رسانیدن ممکن نیست. یک کس نجات داده، یک کس به قتل رساندن در شریعت نیست. به خاطر آنکه فلانچی نجات یافت فلانچی رو باید بکشیم، یا مثلا میگن که فلانی رو میکشی اگر تو نکشی ما خودت میکشیم. گفت مثلا همین حادثه ها میشه، فلانی رو میکشی اگر که نکشی ما تو رو میکشیم. نمیکشید. برای جان خودتان رو نجات دادن یک کسی دیگر رو به قتل نمیرسونه. اگر رفت شما کشته شوید شما شهید هستید، اگر وقتی که باید کشتید شما قاتل هستید. بنابراین یعنی که قول صحیح از مسئله اسقاط حمل دور است و این ضررش چنان عظیم است که پشیمانی هایی که آن زن به اسقاط حمل میکنه، اون دردی که به سبب اسقاط حمل میچشد، گاه ها بعضی زنها شهادت میتید که کاش همون فرزند تولد میکردم و تا آخری عمرم دردی فرزند میچشیدم. مثلا همین فرزند خودش از سرش درد است، 9 ماه در شکم مادر، بعد از آن 2 سال حالتی شیر دادن، شبها نه خواب حلال است نه طعام حلال است نه زندگی درست است. از پس همین فرزند شیرخواره وقتی که کلام میشه اطاعت نمیکند، بر همین پرتافته بیا پرتاوه برده نمیپرتاد، تلفن ما درس خواه میگوید گپه گوش نمیکند. برای همین همینقدر عذاب کشیدید، کاراش پول کدی حساب میکنه. یک عمر با فرزندار خاندار میکنید، این زنه گیر گوید نه و زنه گیر گوید نه. مقصد وقتی که فرزندار میشد نصیحت میکنید گپتونو نمیگیره، کلام میشد گپتونو نمیگیره، یک عمر عذاب میکشه بچه.
همین قدر درد میکشیدم سبکتر بود از آن ابورتی که کردم است. یعنی که درد ابورت با گاه خطا کرده یک برده گوشتی زنکم بریده میگیرن طبیب ها. خلاصه عموما یعنی که این کار نادرست است. اما اگر کودک حالی 4 ماهه نشده باشد و بعض احتمال های ضرر های جدی باشد، بعضی علما فتوا دادیان که بله اسقاط حمل کودکی که به 4 ماهگی نرسیده است اجازه است گفته، لیکن این فتوا هست. یعنی به یک حادثه عین فتوای عین است. یعنی این فتوا فقط برای همون دو شخص داخل دارد، برای پدر و مادر، برای همه نیست. اصل جایز نیست برادران. استاد بخشش زیاد کودکی که در بطن مادر است فای 5 ماهه نیست. مثال من این بود که کودکی که یکم ما فرزندی که حالی داریم اون 5 ماهه است، اون 5 ماه پیش تولد شدگی، و اون کودکی که در بطن مادر است و 1 ماه نو پیدا شدگی. همون رو پرسیدنی بودم. کودکی که مقصد حاضر شیرخواره هست 5 ماهه شدگی، درست؟ بله بله درسته. اکنون در این حالت کمتر عذاب میکشد مادرش در مسئله شیر دادن، ممکن شیرش کنده شود، در مسئله تربیه دو کودک عذاب میکشد، لیکن یعنی کمتر عذاب کشیدن هیچ گپی نداره. برادر قطعی یک سفر داشتیم، چند فرزند داری؟ گفتم 9 فرزند دارم. گفت 9 فرزند داشت، 8 دختر. گفتم پسر کدومش؟ گفت 9مش. من گفتم شاید بین این دخترها 1 سالی فرق داشته باشد. گفتم داملا باور کن بعضیش 9 ماه هست. میگه یگان تاش 1 سال زاید نیست. میگه این برای پسردار شدن همین 8 دختردار شدگی است. حتی بعضیش مثلا یک تاش سال 2000 تولد شد، دویمش هم 2000، یک تاش ژانویه 2000، یک تاش مثلا دکامبر 2000. یعنی که در 1 سال تا 2 بچه تولد شده. یعنی بعد 9 ماه. برای چی؟ برای سراسیمه اینکه تیسر پسردار شوند. یعنی که میشود از کو هیچ گپی ندارد. یعنی به هر حال نگیریت خوب است، شاید خیر در همان کودک باشد.